این بار خواستگاه غزلواره های من، این طوفانی، این آرام، این آبی آبی که سبز میزند از آبی بودن، این دریاست. پاهای قاری من اینک ریشاریش تلاوت غربت را با لهجه های صریح خلیج همراهند و بندر آنچنان به تاریکی و غربت پیوسته است که بوی کوری یعقوب میدهد و بوی انتظار. ویران به روی هم آوار بودن و تخم چشم کسی را در گوش دیگری جستن، طرحی از انسان زیستن است که در شأن حیات هیچ انسانی نیست. اگر دنیا حلقه انگشتری باشد، هرمز نگین آن است. میلتون. جزیره هرمز که در فاصله 9 کیلومتری جنوب بندرعباس در خلیج فارس واقع است، در قرن دهم هجری شهرتی عالمگیر داشته و مرکز تجارت هندوستان و آمد و شد بازرگانان سرتاسر جهان بوده است. گفتند که در لنگرگاه‌های هرمز همیشه متجاوز از 300 کشتی لنگر می‌انداخته و اینک هرمزی‌ها جمعاً 18 فروند موتور لنج دارند با ظرفیت 20 تا 50 تن. از این لنج‌ها غالباً در صید و یا حمل و نقل استفاده می‌شود. این لنج باید از بندرعباس آمده باشد. همه چیز مورد نیاز مردم باید از اینجا و آنجا بیاید، به خصوص از بندرعباس. این گاو هم جزو واردات هرمز است.
اگر در قرن دهم هجری کوچه های هرمز با حصیر و گاه قالی مفروش بوده و اگر برای جلوگیری از حرارت آفتاب بر پنجره ها و درگاه خانه ها پرده های کتان می‌آویختند، اینک کوچه های هرمز با ماسه های بادآورده ساحلی مفروش است. این فروشگاه بزرگ هرمز است. تعداد مغازه های هرمز حتی از انگشتان دست تجاوز نمی کند. فروشنده ای دوره‌گرد. جمعیت هرمز نزدیک به 600 خانوار و حدود 3000 نفر است که یا کارمند دولتند، یا سوداگر، یا صیاد و یا کارگران معادن نمک و خاک سرخ. هلا گپ بزنم چی بگم الان وضع ما هم داره الان وضع ما هم که دیدنی یه وضع ما وضع بودی یه وضع ما که نه جونشور ما نه مستراب ما نه چه بختی ما دو تا مایی کوچک کنیم دو تا مایی خورما نخوردنیم تا وقتی که آقا مونده که آقا مونده الان یه خدا فرامونه کرده. اسمم فاطمه. مدرسه میری فاطمه؟ مدرسه قبول شدن کلاس 3 اگه مادرم فوت قبول کرده. چرا مادر فوت کرد؟ چرا ارتباطی داره به مدرسه نرفتنت؟ خواهرم کوچه شد خودش تنها شد دیگه هیچ چی که نبید وصلش. حالا خوندن نوشتن بلدی؟ نه دیر ول کردن. برای پدر خود غذا درست میکنن. خب دیگه دلت نمیخواد بری مدرسه؟ دیگه غذا دیگه کس نی غذا برای پدرم درست بکنه. آها پس اگه کلاس شبانه بشه کلاس شبانه اینجا باشه حاضری بری مدرسه؟ بله. دوست داری مدرسه بری؟ بله. ساحل هرمز آشغالدانی پرحجم همه اهل جزیره است. مد آب زباله ها را به دریا میبرد و آبهای حاشیه ساحل مهمترین مرکز انتقال بیماری های واگیردار، بیماری های نظیر تراخم، جوش های چرکین، بیماری های انگلی، روده‌ای و قارچی در جزیره فراوان است. علت اصلی علاوه بر عدم بهداشت سوء تغذیه است و عدم مصرف میوه و سبزی. شما برید ما تلفن بدن شاید دکتر سبا پس با بیاد ان شاء الله شما بعدم ویدیو خوب بگیرید. با طریق میگیش به بیداری تلفن زدن شما دکتر به ما فرستین الان معلوم نیست کی بفرستین. شاید امرو بیاد شاید سبا بیاد هر موقع اون دیگه ما خون اعلام کنیم بیاد دوا خوب بگیرید. ولی که خوب بگی که خوب نه بیارش بیداری که دکتر اتیت ان شاء الله حتما. من برید دیگه تمام. برید خونه دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سهرادمان بهداشتیار درمانگاه هرمز هستم. اینجا درمانگاه بله درمانگاه. ما وقتی وارد این درمانگاه شدیم دیدیم کسی اینجا نیست و شما تنها هستید. ممکنه بگین اینجا چند نفر پرسنل داره؟ اینجا 5 نفر پرسنل داره، ولی امروز من خودم تنها اینجا هستم، وقتی که بچه‌ها بندر رفتن برای راننده رفته بنزین بگیره، یکی بچه‌ها من با درگیری داشته بود رفته بندر عباس کار داشته، یکی من رفته گواهی کارمون رو برده که برگرده ان شاء الله. یعنی دکتر اینجا نداشته؟ دکتر نه، قبلا دکتر داشت، این دکتر من مریض شد، بعدا اینو انتقالش دادن بندر عباس. چند وقته؟ مدت 15 روز یعنی تقریبا. 15 روز شما دکتر ندارین؟ 15 روز چرا؟ یه خواهر اومدن از اکیپ ستاد مشترک اینجا بودن، چند روز پیش رفتن. و این خواهران پزشک بودن؟ بله بله پزشک بودن. حالا کجا هستن؟ حالا نمیدونم. یعنی توی این 15 روز اینا بودن؟ بله بله بودن؟ بله. چرا امروز نیومدن؟ نه خب رفتن جزیره لارنگ رفتن دیگه، نمیدونم بندر الان نمیدونم کجا هستن دقیقاً. خب اگه بیمار یا مصدومی از راه برسه تکلیف اون بیمار چی هست؟ خب اگر در نظر کمک‌های اولیه باشه که من میتونم انجام بدم، کار رو براشون میکنم و با آقای دروشی که مسئول اسپانیا هستن میرم خواهی براش دور میکنم و میفرستمش بندر فوری. اگر کاری از شما برنیاد چی؟ فوری انتقالش میدم برای بندر عباس. فاصله اینجا تا بندر عباس چقدر هست؟ 20 دقیقه تقریبا با 20 قایق. دقیقه. بعد بله. فاصله رسوندن بیمار تا قایق چقدره؟ تا قایق طول 5 دقیقه. 5 دقیقه 20 بله. دقیقه میشه 25 دقیقه. بله. فاصله بندر عباس تا بیمارستان چقدره؟ اونجا هم 10 دقیقه طول می‌کشه ماشین 10 دقیقه. این محاسبه البته بسیار ذهنی است، حالان که در عمل حداقل 2 ساعت وقت لازم است برای انتقال یک بیمار از هرمز تا بیمارستانی در بندر، ما کار روزمون برنمیاد. و این البته به شرطی است که دریا آرام باشد و قایق و لنج آماده‌ای هم باشد. مرکز استان در تماس هستیم، کمبودهای اینجا رو در میون میذارین یا نه؟ بله تازه همین دیروز من تلفن کردم با آقای امینپور که مسئول بهداری هست، گفتن امروز دکتر برای ما میفرستن که امروز آقای شجاعی اینا الان تشریف آوردن و هستن. سلام علیکم آقای شجاعی. حال شما خوبه؟ بفرمایید. آقای شجاعی شما تا حالا کجا بودین؟ بنده بندر عباس بودم. شما همین الان از راه همین الان رسیدین؟ رسیدیم جزیره هرمز. شما چند نفر هستین؟ ما 3 نفر هستیم. 3 نفر. عنوان آقایون کی هستش؟ یعنی تخصصشون چیه؟ پزشکن و داروساز اینا آوردیم اینجا چون گفتن جزیره هرمز احتیاج داره. آمدیم ما اصلا در هفته 2 روز میایم اینجا و برای معالجه و معاینه. فقط 2 روز در هفته؟ بله. پس تکلیف اون روزهای دیگه چی هست؟ ما تکلیف اون روزها دیگه باید از خود سازمان بهداری بهزیستی چیز کنه، تعیین کنه. و ما گروهی هستیم که از طرف ستاد آموزش کمک‌های اولیه اعزام شدیم به این جزیره. ماه 4 هفته است و 4 تا 2 میشه 8 روز از 30 روز شما اینجا هستید. یعنی 22 روزشو نیستی. اون 22 روز که اکثریت روزهای ماه تشکیل میده، تکلیف مردمی که احتیاج به دکتر، دارو و بهداری دارن چی هست؟ صید شاهرگ حیات مردم هرمز است. چشم به کرم دریا دوختند، پیر و درمانده و خسته. پشت سر همه حرمان و رنج و پیش رو همه چیز مجهول و نامطمئن. در هرمز صید همیشه به صورت انتظاری است. وسایل و امکانات صید تعقیبی که پیشرفته و باصرفه است وجود ندارد.
صیادان هرمز با تمام مشقت و خطراتی که تحمل می کنند با مشکلات مهمی روبرو هستند. از جمله هزینه زیاد تهیه تور، ممنوعیت صید در فصل فراوانی صید، نبودن سوخت برای لنج که باید از بندر بیاورند و مهمتر از همه مشکلاتی که سبب دیر رسیدن محصول به بازار می شود. و تمام محصول بعد از آن همه کار مشقتبار همین است که می‌بینید. محصول اگر دیر برسد می‌گندد. به عبارت دیگر، صیادان اگر تا غروب آفتاب کشتی‌های شیلات را روی آب نبینند، مجبورند برای نجات محصول از گندیدگی آن را حتی به 1/3 قیمت به دلال‌ها بفروشند. دلال‌هایی که کارشان خشک کردن ماهی است. اینان از روزی که خود را شناختند دل به دریا زدند، صید کردند و هنوز هم. هرمز محصور بین کران تا کران آبهای خلیج فارس، مانند بسیاری از مناطق جنوب از بی‌آبی رنج می‌کشد. جمع کردن آب باران در برکه‌ها و استفاده از آن در سرتاسر سال یک روش قدیمی است.
خانم این آب این چاه بله. به چه دردی میخوره؟ این به درد لباس فقط؟ بس. دیگه به چه دردی میخوره؟ یه وقتی ببریم منزل ما ظرف بشوریم. بله. به درد خوردن هم میخوره؟ نه. چرا؟ چون که آبش سوره. آبش؟ سوره. شوره؟ بله. بله. مرسی. خیل منتظران آب. در اینجا همیشه همه چیز در گرو جرعه‌ای آب و لقمه‌ای نان است. Bareno. Lo ponga. Ana Bareno. Lo ponga. تانکر آب به وسیله موتورلنج از بندر عباس می آید و در منبعی تخلیه می شود. شخص مسئول نام کسانی را که آب می گیرند یادداشت می کند تا کسی 2 بار آب نگیرد. Bareno. Lo ponga.
Bareno. Bareno. آیا این مخزن زمانی با آب شیرین دریا انباشته خواهد شد؟ Bareno. چاه ترنبک. لوله های زنگ زده، شکسته و خالی یادآور دورانی است که آب اگرچه ناکافی لکن به هر حال بوده است. در این منطقه گاه علف هم برای خوراک گوسفندها پیدا می شود. اسم چیه برادر؟ حسین محمد آقا. حسین آقا این گوسفنده مال کیه؟ مال هرمز آقا. مال هرمز؟ بله. هرمز اسم صاحبشه؟ بله. هرمز اصلا صاحبشه. بله. چقدر موز میگیری؟ میگیریم ما 4 تومن. 4 تومن؟ بله. در ماه؟ بله. جای دیگه ای هم برای چرا هستش؟ هستش اون طرف پشت. شنیدم این طرف آبش یک کمی شیرینه نسبت به جاهای دیگه. بله اینجا یک خورده آبش خوبه. بله. خودت کجا زندگی میکنی؟ هرمز آقا. توی هرمز؟ بله. زن و بچه هم داری؟ بله. چند تا بچه داری؟ 2 تا. 2 تا. مدرسه میدن؟ یکی دختر یکی پسر. دختر به شوهر دارن ولی پسر میره مدرسه. مدرسه میره؟ بله. سلام مادر. بله. حالتون خوبه؟ خوب ببینم. مادر شما از چند سالگی نابینا شدین؟ نه 14 سال 12 سال. یعنی از 14 سالگی نابینا درصد شدین؟ کوری در هرمز مانند بسیاری از مناطق جنوب بالاست، به خصوص در سنین پیری، و عمده علتهای کوری سوء تغذیه است و عدم بهداشت. بله. میچرفم خدا داره بس دیگه کسی کنه. بله. اون آقا شوهر شما هستن؟ بله. ایشون از کی نابینا شدن؟ یه 50 سال. از یعنی 50 سالی که نابینا هستن؟ شما بچه هم دارین خانم؟ نه هیچ وقت چه داری این که کن بیدن
10 تا میده. 10 تا؟ در پسری بره. بله. ولی تو نیست. بله. یعنی زنده نموندن؟ نه. بله. نبودن مردن. هر 10 تا فرزند شما مردن؟ چرا مردن مادر؟ 3 تا بچه دارن. 3 تا دیگه دارن؟ 3 تا بچه دارن، یعنی هم داماد هم دختر و پسر. بله بله. بزرگ بودن مردن. نبودم بزرگ پیچه بیایده نه بعضی جا پنده 3 تا گفتن. آن 3 تا بودم، مال 4 تا. 4 تا بودن، 5 تا کوچک بودن. مادر شما یادتون هست که چطور شد شما نابینا شدین؟ نه فهمین اگر خدا کوری که ما کچادریم ما چه فهمین خدا کوری که خدا را کوری ببین ایرادمون هم ببر ما خب بمون نیست حالا. پدر اسم شما چیه؟ اسم حسین. چند سالتون حسین آقا؟ 60 سال؟ شناسنامه داریم. بله. توی اداره بودن که نوشتن مال کوپی. شما از چند سالگی نابینا شدین؟ مالا دیری نیم. بله؟ تقریبا 4-5 سال میشه. 4-5 سال؟ با پیرار دیگه اینجا جراحی کردن از ایچه. ای که دیگه الان دیر چی بودن؟ بله. ولی این نه ای حالا بار جراحی کردن پیرار. شما چی کار میکردین؟ ما بیشتر یعنی کار گلک میکردیم. کار گلک؟ کار همین بله. 2 سال مونده به بازنشستی. تصادف کرد و ماشین. رئیسی بود یا رئیسی میگفتن فروگی. که فروگی همون که آمد اینجا یعنی حکم کرد برای شفر که تو ماشین برون ببر. شما میدونین چرا نابینا شدین؟ نه نمیدونی الان. دکتر به شما چیزی نگفت؟ نه. این خانم هایی که اینجا نشستن با شما نسبتی دارن؟ این که خانواده ما خودمه. بله. اون خانم چی؟ اون هم خواهر من بعد نیست. خواهر شما هستن؟ جماعت ما بله. دلیل نابینا شدن این خانم و خواهرتون چی هستش؟ نمیدونم. شما نمیدونی؟ نه. شما از اهالی هرمز هستین؟ بله. شما نه. ما یعنی بچگونی دیری که آمدین اینجا به هر حال اینجا زندگی کردین که دیگه شهر نبوده. بله. ما همینجا بیدین حالا دیگه الحمدلله هرمز دیگه. بله. شما چند سالتون هست؟ بله سند خونه فهم که مادر پدر آمدن خونه آدم سند خود چیزم همین که نگاه سوال دارن ندارن که نگاه بکنن که سندم چی بگیم. شما چند سال نابینا شدین؟ نابینم 20 سال. 20 سال نابینا شدین؟ 12 سالگی بودم نابینا شدن. 12 سالگی. یعنی تو 12 سالگی نابینا شدین؟ 12 سال شده نابینا شدن. یادتون هست که چرا نابینا شدین؟ درد سر گرفتم. بله. درد سر گرفتم. سماه بعد از سماه که درد سر سکوت کرد بعد چشم سوار شد. بله. بعد پیش دکتر نرفتین؟ پیش دکتر بر شد اگه جون نمیشه. داد و بهتر نشد. بله. مدرسه بزرگ هرمز به بزرگی یک دانشکده ولی با امکاناتی بسیار کمتر از یک مدرسه عادی. ساختمانی که بیشتر به درد نمایش می‌خورد. به راستی رژیم گذشته در نمایش استاد بوده است.
معادن نمک و خاک سرخ در هرمز فراوان است. رنگ‌های شگفت‌انگیز طبیعت در رگه‌های سنگ‌های هرمز، کلکسیونی بیمانند و قابل مطالعه برای زمین شناسان. و اینها فقط نمونه‌هایی از مجموعه سنگ‌های هرمز است. هماتیت، پریت، کلسیت، آپاتیت، کوارتز و اوژیت. خاک سرخ تنها محصول صادراتی هرمز است، محصولی که در رنگسازی از آن بهره میبرند. در این کارگاه خاک سرخ پودر می شود، بسته بندی می شود و به وسیله لنج های بزرگ به بعضی کشورها صادر می شود. آیا با ایجاد تأسیسات کاملتری در جهت بهره برداری از خاک سرخ هرمز مردم جزیره وضع بهتری پیدا نمی کردند؟
ویرانه‌های قلعه عظیم پرتغالی‌ها در هرمز. ثروت خلیج فارس، مروارید این منطقه و موقعیت استراتژیکی آن پرتغالی‌ها را به سوی منطقه می‌کشاند. در سال 1514 پرتغالی‌ها با حمله نظامی هرمز را تصرف می‌کنند و با پایگاه قرار دادن این جزیره همه گمرکات خلیج فارس در اختیار امپریالیست آن دوره پرتغال قرار می‌گیرد. گفتند که ساختمان قلعه پرتغالی ها 30 سال طول کشیده است. محوطه داخلی قلعه شبیه به کاروانسراهای عهد صفویه است. غرفه‌ها با سقف‌های بلند و نعل اسبی که در گرمای جزیره می‌تواند جای خنکی باشد. اینجا ظاهراً آبانبار کوچک قلعه بوده است که به تقلید از آبانبار بزرگ ساخته شده. آبانبار اصلی قلعه.
لبه‌های بلند بام‌ها جای مناسبی برای قرار دادن توپ و سنگر گرفتن. طبق بعضی از نظریات این قلعه پیش از اسلام وجود داشته و پرتغالی ها آن را بازسازی کردند. پرتغالی ها بیش از یک قرن جزیره و تنگه هرمز، گلوگاه اقتصاد بخش بزرگی از جهان را زیر سلطه داشتند و در این مدت مردم را به بیگاری می‌کشیدند و استثمار می‌کردند و بازارهای محلی را با کالاهای خود قبضه کرده بودند. پس از آن شاه عباس صفوی به خواست و یاری انگلیس استقلال هرمز را باز پس می‌گیرد. اما استقلال شاه عباسی در واقع انتقال وابستگی از یک امپریالیست به امپریالیست دیگر است. برج تیرانداز، ویرانه یک ساختمان قدیمی. این عمارت احتمالاً کلیسا بوده است. ویرانه‌های مکتبخانه از دیگر آثار قدیمی هرمز. مجموعه 3 بنا شاید مدفن بزرگان بوده است. در این بنا گویا آثار قیمتی فراوانی بوده است که همه غارت شده.
در ویرانه‌های مکتبخانه آثاری کشف شده که نشان می‌دهد این عمارت باید دارالعلم اسلامی بوده باشد. ویرانه‌های یک اثر قدیمی دیگر که به نظر می‌رسد کاروانسرایی بوده است. زیارت مولا، زیارتگاهی با گنبد تازه ساز مدور. سنگ مرمر تراشیده‌ای در اینجا بوده است با نقش و نوشته‌های کنده کاری شده. این سنگی که اینجا بود چی شد خانم؟ سنگشو برده. کی برده؟ همه اهل ما هست. خب جاش کجا بود؟ جا همه جا. جاش به ما نشون بدین؟ بله جاش همه جا. اونا رو بیاریم بیرون به ما نشون بدین جاش کجا بود؟ جاش همه جا. چه سنگی بود خانم؟ یا سنگ مرمر گپ بلنده یا بو یعنی زون در آدم اگه بسا 20 منه بود. بله. بلندیش همه که اوستا. اونقدر بلند بود؟ بلند بود، یک بلند بود. روش چیزی نوشته روش بود؟ نویسیده 5 انگشت مال حضرت امیر. بله. که وقتی اون در نمازی کرد این 5 انگشتشه. بله. و همه طور به هم فراهانی نهاده. بله. رو همون سنگ. بله. یه سنگ بسا همجا نهاده. ایشون هم بسا زیرتی نهاده که تو یک راهی بسا یک کوزک بسا که شکسته بوده. یه غرفه کی هسته. این سنگان را منهاره که تو راست نهاده. اون سنگ هم بود؟ بله. ببینم. ها این سنگان هم زیرش بود. ببینم خانم این سنگو. این سنگ هم بود؟ بله بله. این سنگ اول شکسته بود یا اینکه همینجوری بود؟ همینجوری ایه زیر همون سنگ نهاده. بله. این یه سنگ مرمر باز هم اینجا سنگ بود؟ بله. و چجوری بردن اینو؟ شو برد یه کرسش که همون. گم شد یه دفعه؟ یک دفعه شو برد به حساب اگر تولدی به حساب مولا به حساب خلق کتیده یعنی اون راهان یه راهان اتارن به حساب مرید همه چیز گیری نکوتنن یه راهان به حساب یک شب به حساب همه چیز شو که کرسش که همون دو به سنگ شو برد ما هم خبر من ازد ما که به حساب 24 ساعت ایجا دیگه شو خونه بود که ایجا بخوابیم تولد خود دیگه نبود که به حساب ایجا بخوابه بهش سرش برد همون گلاس به حساب کارتون گلاسی شنوها را جا همون سنگون از دون تن نشه موصله یه علی از غرم شو برد توی کوه تو شده را توی دره نمیکی دیگه از همونجا مچید مبارده بعد سنگ دیگه ای هم بود غیر از این سنگ باز هم سنگ بود غیر همون سنگ دیگر نه هست فقط یه سنگ بود؟ یک سنگ بود یک سنگ همون الان جاپا حضرت امیره به حساب آثاری که به تازگی کشف شده.
گور یک سردار پرتغالی و گور استعمار پرتغال.